سلام عرض میکنم، کامران هستم با برنامه درس عشق. هدف کلی این برنامه‌های ما اینه که راجع به عشق صحبت کنیم، ببینیم عشق چیه. آخه عشق خریدنیه، عشق خوردنیه، کسی به ما عشق رو میده، ما میتونیم عشق رو به کسی بدیم. چقدر طول میکشه تا ما عشق رو یاد بگیریم، یا میتونیم بریم فقط یکی رو ببینیم بگیم من عاشق تو ام. 3 ثانیه طول کشید. خب بعد از این که عاشق تو ام، آخه خب بعد از اون چی میشه؟ من یکی از دوستا همین الان تو برنامه بهم میگفتش که جوانای ایران میگن عشق هست عین شین ق یا قاف، علاقه شدید قلبی. خب این علاقه شدید قلبی تا کجا آدمو میبره؟ من اینجا اگر بتونن دوربین به ما نشون بدن، من اینجا یه عکس قلبی رو کشیدم که اون شمعای قرمزی که داخلش میبینین اون نشونه عشق و علاقه ما به کسیه. هم میتونه عشق و علاقه ما به خدا باشه یا به یک جوونی که تا حالا دیدیم، دخترها پسرها. با شما صحبت میکنم. بعد اینقدر عشق باید قوی باشه که اگر هر چیزی که اومد اون شمع رو خاموش کنه فوری خاموش نشه. فوری اون شمع نباید با یک عصبانیت خاموش بشه. ما ایرانی‌ها قربونش برم زود عصبانی میشیم. قلب ما انقدر رنجوره، زود به ما همش بر میخوره. چاکرتم انقدر بر نخوره بهت، نوکرتم. خدا میگه بابا جان بر نخوره بهت. وقتی که بر میخوره شمع فوت خاموش شد رفت. خب کلا هدف برنامه ما اینه که راجع به عشق صحبت کنیم. من استاد نیستم، خودم شاگردم، ولی با هم دیگه داریم یاد میگیریم. بریم. من یه چند تا شعر نوشتم، اومدم تو قلبم. بچه‌ها نیستم ولی خب چند تا شعری نوشتم. میخوام اون شعرها رو امروز یه خورده با هم دیگه مرور بکنیم. ما اونایی که مسیح رو قبول داریم به عنوان نجات دهنده، معتقدیم که خداوند عشق خالصه. خداوند فقط عشق نمیورزه، خداوند خودش عشقه. خب حالا اگه خداوند عشقه، با عشقش چی کار کرد؟ نون داد، آب داد، خربزه داد. چی کار کرد؟ این خداوندی که عشقه با عشق چی کار کرد؟ من یه شعری نوشتم. شعر رو اگر اجازه بدین براتون میخونم. مثلا یادم رفت بگم بابا این برنامه اول ماست، با ما تو این برنامه ها باشین، مخلص همگی هم هستیم. خب عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد. میگه صبر کن پدر جان، یعنی چی عشق انسان شد؟ عشق فقط یه احساس نیست، عشق انسان شد. یعنی چی؟ بذار یه جوری دیگه بگم. عشق شخص شد، شخصیت داره. خب عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد. عشق مردان شد و درد من و ما درمان شد. عشق صورت بگرفت و سر رویش بزدیم، ضربه بهش زدیم. عشق قامت بگرفت و به صلیب بالا شد. ما اونایی که مسیح رو قبول داریم میگیم که خود مسیح انسان شد. یعنی چی؟ عشق خدا اومد تو تن انسان. ما به اون طرف میگیم عیسی مسیح. اسم ایرانیش عیسی مسیحه. حالا خدا میدونه اسم بهشتیش چی باشه. تو امریکا یه اسمی دیگه داره، ولی ما منظور فقط اسم نیست، منظور اینه که اون عشقی که خدا داشت اومد انسان شد. عشق انسان شد و در عالم ما غوغا شد. واقعا غوغا شد. عشق مردان شد و درد من و ما درمان شد. خب عشق باید یه کاری میکرد، ولی یکی که عاشقه، همون اول گفتیم نباید فقط زود بهش بر بخوره، که باید یه کاری بکنه. پس اون عشق گفت من یه کاری میکنم، میرم توی زمین قدم میزنم. بعضیا ممکنه بگن بابا جان مگه خدا میتونه بیاد توی زمین قدم بزنه؟ مگه خدا میتونه پسر داشته باشه؟ مگه خدا میتونه آدم بشه؟ کفر نگو. برای اینا یه شعر دیگه هم نوشتم. ما به خدایی که دنیا رو آفرید بهش میگیم که خدای پدر. وقتی که خود عشق خدا اومد رو زمین، خدای پدر رو پدر خوند، گفت این پدر شماست. خب این برای کسایی که مثلا میگن که کفر نگو، این چیزا چیه؟ کفره.